روز 2 ایول نیروهای ایالات متحده آمریکا پایگاه اساسی نیروهایشان در افغانستان بگرام را که در کنار کابل قرار دارد ترک کردند. کارشناسان این عمل را ختم رمزی طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا مینامند. مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان در قطر با بنبست مواجه بوده، جنبش اسلامی مناطق زیادی را تحت تصرف درآورده است. ساکنان کابل میگویند مردم به حال خود گذاشته می شود. افراد اشخاصی که توانایی مالی دارند افغانستان را ترک میکنند. بعضی ها میگویند همه تلاش ها برباد خواهد رفت. والا تشویش خود تنها از من تمام افغانستان تشویش به این دارند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شود طالبان و افغانستان را تصرف میکنه و هیچ مردم افغانستان، هیچ فرد افغان از طالبان رضایت کامل نداره. اما به قول کارشناس امنیتی دولت وزیری، صرف نظر از دستاوردهای کنونی در جبهه، طالبان در افغانستان سر قدرت نخواهند آمد، زیرا مردم آنها را قبول ندارد. در عملیات بین المللی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان که تیر ماه سال 2001 شروع شده بود، طبق آمار سازمان ملل متحد بیش از 3500 افسر و سرباز خارجی به هلاکت رسیده است. همین منبع می‌افزاید از سال 2009 به این طرف در افغانستان بیش از 100,000 فرد ملکی کشته شد.